گرداند و پایبند در راه توحید گرداند. آمین آمین آمین. البته الله السلام ایشون میتونه علیکم و برکت رحمت کنه. الله و برکاته. و یکی یک سوال کوهر را باز به شما میرسانم. دختری که میخواهد علم آموزد، علم توحید را، یعنی پدر و مادرش منعیت میکنند، یعنی نمیگذارند که علم توحید را آموزد و دعوت استاد را گوش کردن نمیگذارند، حتی منع سطر هستند، من میکنند سطر کردن را. و در آخران از شما خواهش دارم که به مدینه رفته چگونه خوندن راهش فهمانده میدادید اگر امکانیت دارید. بارک الله فیکم. البته این چنین مادرها بدترین پدر و مادر هستند که فرزند خود را از یکتاپرستی نگه می‌دارند. اینها دشمن دین، دشمن قرآن و دشمن سنت است. الله سبحانه و تعالی اینها را بدترین انسان اعلام می‌کند. الذين يصدون عن سبیل الله. آنهایی که مردم از دین الله باز می‌دارند، فرزند خود از دین الله باز می‌دارند، اینها کفار میشن. اینها کفار است. سطر بد می‌بینند، توحید بد می‌بینند. اما ما اطاعت نمیکنیم. ما به این چنین خواهرها و برادرها میگیم که اطاعت پدر و مادر در این کارها ضرور نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن لا طاعت لمخلوق فی معصیة الخالق انما الطاعة فی الله انما الطاعة فی المعروف. میگن یعنی هرگز به یگان مخلوق اطاعت کرده نمی شود وقتی که این مخلوق شما را به گناه، به معصیت الله دعوت میکند. پدر است، مادر است، پادشاه است، امیر است، برادر است، خواهر است، کسی نباشد. وقتی که شما را به یک کاری بد راهنمود میکند، از کاری فرضیت شما را باز میدارد، اطاعت کرده نمی شود، بلکه اینها گوش نمیکنید و کار خود انجام میکنید، اطاعت نمیکنید. بلکه اطاعت کردن پدر و مادر یا امیر یا پادشاه در حالتی است که سخن او حق باشد، درست و صحیح باشد. بارک الله فیکم. اما در مسئله قبول شدن در مدینه، از همه راه بهترینش که چگونه انسان قبول میشد به واسطه اینترنت است. دکومنت ها را به واسطه اینترنت به همونجا به زبان دکومنت های لازمی رو به زبان عربی یا انگلیسی ترجمه میکنید، در نتر روز پیچت میزنونید، ناتورال نی پریود ناتورال نی میکنید و بعد از این به واسطه همون سایتی که یونیورسیته مدینه منوره دارد به دخترها یا به پسرها ارسال میکنید. اما کدام نمودی دکومنت ها هر سال این دکومنت ها کمی ایواز میشد، کمی و زیاد. برای این امروز به شما به اینترنت داخل شوید نویسید به روسی مثلا как отправить دکومنت یونیورسیته مدینه منوره نویسید، همینجا میبرد، همینجا هم دکومنت ها را خودش سایت میگه، روسی هم هست، انگلیسی هم هست، عربی هم هست. اوست ان شاء الله پیش ببرید کار. بارک الله. جزاک الله خیر.